سلام خدمت دوستان عزیز. یک توضیح بدم برای اجرای والپست‌های دیوارهای پیرامونی، بادار میانی و کمرکش ها. دیوارهایی که ارتفاعشون از 3 متر و 30 سانت بیشتر بشه باید مثل اینجا کمرکش بخوره. برای اجرای کمرکش هم باید به صورت کشویی باشن. این صورتی که می‌بینید داخل این ناودنی حالت ریل درست میشه و در این راستا بازی میکنن. وسط ثابت جوش میخوره. بادار میانی کشویی هستش در این راستا و این طرف کمرکش هم کشویی. و این هم شاسی کشی زیر دیوار با پلیت و دستک های ناودنی که از زیر گرفتیم. برای جایی هم که وادار میانی ندارن، این کمرکش رو همون صورت از هر دو طرف کشویی باشه که در این راستا بازی کنه. به این صورتی که میبینید. لطفا ما رو حمایت کنید و نظرات خودتون رو راجع به کار به ما بگید. ممنون از حمایت شما.